چه حسی به رشتت داری؟ فقاهت. قبلا فکر کردم این رشته فقط بازی میکنن، الان فهمیدم که این با ما بازی میکنه. نظری ندارم. الان احساس میکنم ادبیات آدمی رو از من ساخته که تا قبلا وجود نداشت. آقا نظرت راجع به حسمو نپرسیدی. من حسم راجع به رشته‌مو میخوام بگم. میتونم؟ اجازه دارم؟ من احساس خیلی خوب دارم که کامپیوترمو برق نیستم، همچنین مکانیک نیستم. بله، خیلی رشته سختیه و ذره‌ای علاقه ندارم به الکترومغناطیس. رشته‌تو به چه کسایی پیشنهاد میدی؟ به هیچ کس پیشنهاد نمیدم بیاد این رشته. اصلا در ظاهر زیبا، در باطن اصلا زیبا نیست. به کسایی که عاشق نشستن یه جای ثابتن. از صبح باید بشینی و حل ریاضیات بکنی. شما قرار نیست با کامپیوتر کار کنی. من که دوست دارم رئیس جمهور بشم. قبل اینکه بیای دانشگاه چه حسی بهش داشتی؟ اول شما بخوام. به خدا اصلا راه نداره جون. داشتم میگفتم قبل از اینکه تشریف بیاریم دانشگاه، گفتم دانشگاه حتما خیلی مکان عجیب غریبی و اینا فیا اونو برای چیز نه اونو نمیشه بگی. خوبه، خوش میگذره، دوست دارم. رسیدم به دانشگاه، یه مجموعه بزرگ. من تازه فهمیدن جیم تیوی از کجا ایده میگیره. نه همون مدرسه هم فقط معلم‌ها رو استاد صدا میزنه. با مثلا زنگ شده سیکشن و بریم لباس فارغ التحصیلی تنشون کنیم ببینیم چه حسی بهشون دست میده. چیز دیگه نمیخوام بدید دستم، همینا کافیه. وقتی این لباس رو تن کردی چه حسی بهت دست داد؟ پیر شدم. فرمسته هم حاجی استخاص نه جدی حس استرس بدی داره. دیگه نیستی، دیگه داری میری. این مثل کفتری میمونه که تو قفس بوده یه عمری، بعد آزادش که میکنی میخواد دور برگرده به یک قفسه اون شکلی. حقیقتا حس خاصی نداشت ولی بزرگترین درسی که یاد گرفتی چی بوده؟ بله، ریاضی که ما پاس کردم که خیلی ها پاس نکردن. نه، بزرگترینش ریاضی 2 بود. بزرگترین چیز سی پلاس پلاس. درس خوندن خیلی هم ارزش نداره. توی دانشگاه اگر که فقط خوبیاشو ببینی کلا درس زندگی بهت میده. نکنی به آدما خوبی نکنی. به خودتون اعتماد نکنید. توی دانشگاه چه مهارتی کسب کردی؟ حقیقتا دانشگاه هیچی به دست نیاوردم. سی پلاس پلاس. سی پلاس پلاس. پایتون. بلدم یه آرایه بسازم توش 10 تا اسمم میتونم نگه دارم. اگه رضا بگی 11 تا هم جا داره. کنترل عصبانیت. دوران دانشجوییت رو با یک یا چند کلمه توصیف کن. مثبت 18 هستمش. بزرگ شدن، آزادی، انبرنسارا، سگیدو با خنده، موفقیت، امید، خوشحال بود، طلای قهوه‌ای، بلوغ. یه جمله بخوام بگم خیلی خوش گذشته. اگر به گذشته برمیگشتی بازم اومدی دانشگاه؟ 100% چون تو دانشگاه خیلی چیزا یاد گرفتم. همین جهرم هم انتخاب میکنم چون دانشگاه شیراز سخته. 100% و میام دانشگاه جهرم. ولی سامان ترم 5 خیلی فرق کرده. بالاخره با همین کس سلام ارادت. شاکر. یه پیام به دانشگاه بده. کوچه های شهر جون مادرتون پول بیده. یه پیام دارم برای دکتر عباس‌زاده عزیز و دکتر افروزه عزیز. دمتون گرم. ان شاءالله که همینجوری با همین فرمان پیش برید. خیلی خوبین. ما هم خیلی دوستتون داریم. خوبه که انتخابت کردم. یه توصیه به ترمیکیا کن. انصراف بدیم. جای این که خیلی به کلاس و بعدش ناخوشه. هم تفریح کنین، هم درس کنین، کنارش کاری دیگه هم خیلی مواظب باشن چون محیط دانشگاه محیط دبیرستان و راهنمایی نیست. ماندگارترین خاطره دانشگاه چی بوده؟ نه لفظی دستی که نمیشه کجاش بذاری. بعد قطعا خاطرات که تو خوابگاه ثبت شد.
میفته روز جشن دانشجو همش. آینده خودت رو چطور میبینی؟ نمیبینم چیزی توش. اگر آینده میمونم خود میگفت والا اگه همینجوری پیش بره با اون شرایطی که دارم و با اون انسجامی که دارم تو کارهای ادامهش بدم ایشالله یه پراید بخرم اسنفا. آینده مثل یک تونل سیاهی. نظر چالش آینده چیه؟ مدار منطقی الان نمیشه بگی شغل دیگه، زن گرفتن و شغل و هیچ دادتش میگن برو بجنگش. بازی خوبه میگم بزرگ میشی بعد زن میگیری آدم بزرگ میشی هر زندگی میشی حالا خمسید میگم رفتم سربازی رفتم سربازی رفتم سربازی. با کی درس برم داری؟ گاج قدم چی نداری؟ به خدمت که رسیدم سربازی تراشی در سرم را حالا یک ماه از مرکز داشت جانی بانگی سر بازی حالا نشستم گریه کردم حالا چه کاری ما نکردم ای خودم بدبخت کردم. مشتبه قطعش کن. زحمت کشیدن واقعا. آقای رضا باهنر عزیز، سامان مسلم‌نژاد عزیز و بقیه کارگردان عزیز، بازم به افتخارتون ممنون